آخر منو یک بار گوش کن. آرام شو حاکان. با درسا خوب اهمیت نداده ای. دو کلمه ممنوع چه بود؟ آرام شو و نه. اگر آرام شو گویی با طرف مقابل عصبانی بودنت را نشان میدی. اشتباه کردم درست. تو از من خوبتر میدونی. اگر این کارت رو خاتمه دهی از تو بهترین مذاکره چی میبراید؟ اکنون همش گذشت. سالهای دراز رتبه را انتظار شو. آدمانی مثل تو به بالا روند و ما باشیم نه الجمع کنیم همین طور. از برای خطا فهمی های گذشته آینده را برباد دادن نمیسازد. با من نگر صالح. سزاواری رتبه بودنت را اثبات میکنی. اگر توانی منو راضی کنن کنی ببینیم. آخان از برای خدا بس کن. تو گپ نزن خاموش. مرا به گپ در آورده دیختم را پریشان میکنی. مگر من دیوانم که فریب میخورم. رفیقان خواهش میکنم لطفاً صنف را خالی کنید. چرا؟ برای چی؟ نابراری کارت را نبینن همین خیل؟ نه، اگر اجازت دی که آنها از اینجا برایند به واسطه اخبار عامه خبر میدهند. همین طور تو میتوانی هر آن چیزی که خواهی بگویی. آفرین ابله. انا بین اکنون کمی هم باشد جمع شدیم. ماینش برایند. وقتمون خیلی کم مونده است. بعد اینقدر انتظاری باید حتما دخالت کنید. شاهین آخر دکتر کجا شد؟ در راه. تو آرام شو. چطور آرام شوم؟ شاید با چرخباد رفته می آوردیمش. وای من نکن. گفتم که در راه است. آخر شما در درون با مرگ دست به گریبان از من دیگر در اینجا ایستاده نمیتوانم. کو تلفن را بردار. در کجای نباشد رفته با ماشین گروه او را میآوریم. 2 دقیقه پیش گپ زدم. خودی حاضر باید رسیده بیاید. آخر نمی شود رفته با یاری تاجیلی میاریم. شاید در راه ماند یا چی شد؟ کجا شد این آدم؟ گوش کن با آمدنش باوری داری؟ شاهین برای سومن هر یک ثانیه مهم است. انا آمد. خیریت آمده دکتر. در اینجا 100 بار مرده زنده شدم. شناس شوید. دکتر حسن. چرا مرا اینقدر سراسیمه‌وار جیغ زدید؟ مگر در این جایگاه کسی دیگر یافت نشد؟ سومن برای ما مهم است. حالا جراحی دیگری نیست. فقط به شما باور داریم. مایلش زود شروع زودتر دکتر جان. از قفای زودتر. تشکر زیاد آقای دکتر. میدیا در کجاست؟ نوارگیرها در کجایند؟ کسی نآمد کو؟ به من دروغ گفتی. اکنون مذاکره و گفتگو شنید با تو بس است. هر دو در یک رشته تحصیل میکنیم. هر دوی همان پلیسیم. هیچ چیز پوشیده نیست. نازبرداری تو نمیشوم. مرا به غضب نآور صالح. مذاکره و گفتگو شنید بس. چیز دیگر را با تو میگویم. اگر کارت را خوب کرده باشی پس چرا پشت رتبه میگردی؟ کنی به من بگوی؟ من کمی احترام میخواهم مگر زیاد است. پدرت آدمی نظامی بود یا آموزگار؟ معلم بود. از کجا فهمید؟ تو آدمی سختگیر با انتظام بودی. بله. مهنت میکردی، زحمت میکشیدی. هیچگاه پدرت رو خوشحال کرده نتوانستی. پدرت هیچگاه قناعتمند نبود. درسهایم اعلا بودم. هم کار میکردم و هم به مکتب میرفتم. اگر از نگاه پدرم میدیدی گویا من باید وکیل میشدم. چی کاری که میکردی؟ پدرت باز از آن بهترش رو طلب میکرد. همینطور؟ چون که او آموزگاری سختگیر بود. وظیفه اش طلبه ها را به خوانش اعلا تشویق کردن بود. برای تو نیز عیناً همین کار را میکرد. لیکن من هر کاری نمیکردم. او را خرسند کردن نمیتوانستم. اگر رتبه ها را چنان سزاوار بودم میگرفتم.
آن وقت پدرم کارهای مرا میدید. نزدیک نشو. ایست. تو بیرو پدرت را گروگان گیر. قصدت را از من و از سردار نگیر. تو همه کار را برای ملت نه برای پدرت میکردی. به خاطر رتبه خود را فریب میدهی. آموز صورت هم شده است. انشالله کش از سر شدن خونردی هم اشنا میبرارید. دشوار می نماید. آموز را با پرگی گرفتن توانستید. یک پراش ماند. اگر این ماند احتمالی فلج شدنش است. استاد خونروی دوام مییابد. بله دیدم. از آن پاره میآید. اگر آن را نگیرید بیمار را از دست میدهید. این قسمی آخرینش است. زود باید بگیرید. فشار از پس میشود. نبض با سرعت شد. باید زودتر خونروی را منع کنید. انشالله همش را میبرارید. از اینجا رو شد. کش 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 کش. آنا شد شد. کار را تمام کردم. با فکرم خونردی هم بس شد. بله نبض خوب می شود. فشار بلند می شود استاد. با موفقیت شد. محکم کنید همش را برآوردید. 24 ساعت اول مهم است. اگر خونردی نشود مشکلی نیست. شد. آنها همین خیلی خوب گذراندید دکتر. تشکر. دست شما هم دردانه بیدید. می توانیم با آنها مژده را رسانیم. شاهین تو مرا در حیرت میگذاری. یعنی اینقدر دوستانی با نفوذ داشتنت را نمیدانستم. با دوستی عائله ماست. حالا تو یعنی آقای حسن نام دکتر حسن گفته بودی؟ یعنی تو میگویی که دکتر حسن این کارو کرده میتواند؟ یعنی دکتری خوب است همینطور؟ بهترین است. خوب جراحی میکنه. خاطر جمع باش. اکای اوریف لبای من بسیار میترسم. کی میبرویند اکای؟ آرام شو عزیزم. سومن در دست دکترانی با تجربه است. 54 چی گپ است؟ رجب تو با من گپ بزنی؟ یعنی آشتی شدیم؟ یک طرفی است. فکر نکن که ندیدم. چشمانت را علا کرده ای. اما آخر چقدر دختری زیباست. آخر نگاه کن رجب. ای تو چی گپ است بچه ها؟ کارلو سبب درد این زن چی بوده است؟ اکا نپرسید. خاندار میشه میگوید. من باشم به او راضی نمیشوم گفتم. خدا شما را خودش توفیق دهد. خانم همشیره جراحی به آخر رسید. حالی بیمار خیلی خوب است. آقای دکتر کمی دیرتر میبرند. آن کس گفتن که خبر خوش رو به شما رسونم. ای شما صد شکر خدا جان. الحمدلله. خدا شکر دیگر. تشکر شاهین. خدا شفا دهد اکا. تشکر. شما هم سلامت باشید. تشکر و شما هم. الله پیامبر خدا درود به او هنگامی که یگانگی حق تعالی را میفهماند مشرکان مکه
با او همه نوع رتبه و زر و زیور پیشنهاد کرده بودند. میدانم. آنقدر جاهل نیستم که از پیغمبرمان بخبر باشیم. بسیار خوب. پس در برابر تکلیف آنها رسول خدا چه گفتند؟ اگر به یک دستم آفتاب و دیگر دستم ماهتاب را گذارید و دانم که در این راه حتما میمیرم، هیچگاه پس نمیگردم. بله، همینطور گفتند. از این بر می آید که مقصد ما مزد و رتبه نیست. مثلا اگر من رتبه هم را گیرم چی می شود؟ کم می شود. روز قیامت رتبه های آدم ها را جمع کرده به آنها ثواب نمی نویسند شیر مرد. لیکن من همیشه در پایان بودم. خداوند مهنت و زحمت کسی را ضایع نمی کند. تمام خزینه های زمینی و آسمانی از آن اوست. بهترین مکافات را او می دهد. تو بیا از این رتبه های دنیای فانی دست بکش برادر عزیزم. چی طور سردارم؟ با فکرم خوب است. بینید مرا با چی حال رسانیده؟ برادرم عصبی نشو. خواستیم درس عملی گذرانیم و با این احوال رساندیم. با خدا با طورهای دلم ناخون زده. در اول گفتم این کار نمیشد، لیکن بعد با خدا آفرین. اینطور باشد حل شد سردارم. همینطور نه؟ با فکرم حل شد. مرحمت بچه ها بیایید. بچه ها از داخل تماشا میکردند. حالتی تو کمی حساس بود ساله، ولی تو خودت را اداره کرده توانستی. تبریک میکنم. از من نرنجید سرکمیسر. با شما بر این کارمند شناخته تعییناتی مخصوص مجبور بودم با فرمان شخصی سردارم یک مدت دشمنی ورزم. مرا ببخشید. خدا به شما پاداش نیک بدهد. ما تو مبهوت کار شما گشتم. حلالتون باد. اقدام نور چشمانم. انشاءالله صحت میشوی. ماجراشون رو آماده میکنیم. همین که با خود اومدن آماده بینیم. مایلش. تشکر. عزیزه اگر در نزدش مانی خوب بشود. شما خاطر نشوید اکایوری. سلامت باشید. تشکر. لیکن با عارف صحبت داشتنتان را فهمیدم. برای آن که نمیخواستم کاری خطایی بکنم. این را بعد حل میکنیم. بهتر از شما روید. آقای دکتر رفتند؟ یک بیماری تاجیلی دیگر داشته است. آخر به او اظهار منتداری هم نکردیم؟ هیچ گپ نه. من با او گپ میزنم. خیر نباشد یعنی آن را پول جراحی دکتر را چطور حل میکنیم؟ من حل کردم. این طور نمیشود. شاهین حقش را باید من دهم. حل کردم میگویم. گوش کن شاهین، برای کمکت البته تشکر، لیکن خدمتانه را من ادا میکنم. به کجا؟ خودم رفته اظهار منتداری میکنم. چی بوده است؟ مذاکره چی میشود است؟ چی بوده است؟ تعیینات مخصوص میگذرانیده است. چی بوده است جناب؟ کارشان همین بوده است. نه مادر جان چیکار میکنید؟ جمع گیر میکنیم. میرویم. من به هیچ کجا نمیروم. بس است اکنون. محمدانایی نکن. بسیار فهمیده. رفته لباسهایت را جمع کن. به حجره هم میروم. تا آمدنی پدرم نمیبرایم. با پای خودت میبرایی. جان گفتم میبرایی. من نمیبرایم. اگر منو ترک کردم خواهید روید. آقای حسن، آقای دکتر.
آقای حسن حسن صد افسوس آقای مراد را جغ زده لبای نه من با دکتر حسن کار داشتم لیکن افسوس که او رفت. چی شما از پس همون ماشین نمی رفتید؟ بله؟ نباشد به شما نادرست گفتند. او دکتر حسن نیست. او حسن نیست؟ او کیست گفتی؟ مراد صابر، جراح معاینه سر. در بیمارخانه کوونه با او کار کرده بودم. انسانی خوب است. مراد صابر است گفتی؟ ها. تلفن با مراد صابر تعلق دارد. سراغش انا این است. گوش کن برادر، تو باوری داری؟ این خیلی مهم است. یعنی همین آدم مراد صابر است میگویی؟ اکا با او 6 سال کار کردم. چرا باوری نداشته باشم؟ حتی وقتی رفتنش با او سلام کردم. وای. بخیر است؟ انشاءالله یگان ناخوشی نیست؟ نه برادر، برعکس کارها چنان جای خودشان را گرفتن که تشکر. خدا از تو راضی باشد انشاءالله. برای کار برادر. رجا برادر این طور نکن. آخر دلم رو میرنجونی. ظریف دیدی به دختر چه نگاه میکرد؟ ها دیدم. چی میشود؟ آخر جوان مرد است. دلش صاف باشد بس. با خدا من هیچ نفهمیدم اکا. هرچی شده باشد در یک لحظه شد. اون نیو لیکن خیلی خوب نگاه میکرد. حالا ایست تو از من نپرسیده، از ینگاد اجازه نگرفته چطور عاشق میشوی برادر؟ من از تو یک چیز پرسم برادرم. عشق اجازت میپرسد؟ کنی گویی میپرسد؟ جیگرش سوخته است. جیگرش اگر 8 دانه آب بزی هم خاموش نمیشود. بیهوده خودت رو عذاب ندی. این طور نگوید اکا. به اجازت من به نفری که او را نمیشناسی عاشق نمیشوی برادر، تو را من خانه‌دار میکنم. کارلوس آخر او خویش و تبارت نیست. بالتا او را به حالش گذار. بعد از شهادت جمیل او کمی حساس شده است. خدا رحمتش کند. اکای ظریف میدانی دردی من چیست؟ اگر با او چیزی شود او به 54 رود میگویم. خدا نشون اون طرفش خدا پادشاه. همه این مروت تعیینات مخصوص اکای ظریف جان میبینم. ما اینجا تنها نیستیم. همه را خواتیر از برای خدا ما را شرمنده کرده. آیسته آخر برادر. دیگر کاری نمانده است کارلوس. معلوم می شود که فرمان از بالاست. براو اکا، مسئله را حل کردی. کوشو درو کنی زود درو کوشو زودتر. با من میروی فهمیدی؟ درو کوشو با تو میدیم. نمیکشایم، نمیروم. پدرم را تنها نمیگذارم. باری آخران میپرسم تو با من میروی یا نه؟ گپ زن. نمیروم. درو کوشو با تو میگویم. درو کوشو با پدرت تنها میمونی. بعد روزت را میبینی. پدرم مرا نگاه بین میکند. من باشم او رو. خداوند به ما کمک میکند. میدانم کمک میکند. من دیگر از شما نمیترسم آخر. خداوند کودکان رو تنها نمیگذارد. او کودکان رو خیلی دوست میدارد. لیکن شما مرا دوست نمیدارید. دوست نمیدارید آخر. چی شد عارف؟ با دکتر واخوردی؟ نه دریابش نکردم. هیچ گپ نه. چنانه گفتم اگر مهم باشد من گپ میزنم. تو زحمت نکش. نامش را در اینجا یادداشت میکنم. به جای کارش رفته او را مییابم. نامش را نمیگویی؟ نام پوره دکتر چی بود؟ دکتر حسن. حسن؟ نسبش چی بود؟ نسبش؟ فراموش نکردم نگویی. آخر او دوستی عائله‌تان است. البته و آخر قربان. قربان؟ قربان. بله. خوب. قربان. یعنی حسن عارف قربان. شد. من با او صحبت میکنم. بیرو تو با سمان باش. شاهد کم ماند. خیلی کم ماند. دور نیست آن روز که
با تو صمیمانه صحبت آراییم. بصبرانه انتظارم عارف. من هم. به همش تو گناهگاری. کیوریف بیایید. صد شکر اپایسومان با خود آمدند. حالش خوب است؟ خوب است خوب است. نوری چشمانم چه حال داری؟ خوبم صد شکر. نتیجهش همش خوب برآمد. خوب استراحت کردی. انشاءالله از پیشتر بهتر میشوی. عزیزه همیشه در همه جا در نزد بود. به اهلی خانواده‌ات خبر دهی؟ نه چیزی نگوی. تو در همین جایی با هیچ کجا نرم. کارلوس با بالتا همه جا میستم. من یک کمی کار دارم. آن را حل کرده زود به نظر می آیم. تو صحت میشوی. دیگرش مهم نیست. عارف گپ زن نوری چشمانم. خودت را با بالا گرفتار مکن. تو خواطر نشو. کاری بر دوشنبوده را صاف دلانه اجرا کردم. دیگرش به من علاقه ندارد. حیاتی تو از آن وابسته است، اما خودت بیخبری. این چی معنا دارد؟ یک بار تو را به این نقطه من آوردم. اگر کمک من نمیشد نه دکتر میشدی و نه در استانبول مانده میتوانستی. مایلش این را انکار نمیکنم، اما هیچگاه با خواست دلم زندگی کردن نتوانستم. همیشه همین خیلی حسابهای بی منطق افلاس. آن حسابهای افلاسی گفته‌ات را من ناموس مینامم. باوریم نمیآید که من و تو از یک خون و یک اولادیم. نخواد همین قدر فکرهایمان فرق کند. گپ را دراز نکن مراد. خیلی کم مانده است. عیناً دوام میدی. باید هر دویشان هم دیگر را بکشند. اگر قبول نکنم چی؟ اگر این بازی را دوام ندهم چی؟ آن وقت معلوم می شود که تو انتخابات را کرده ای. گفتم کو حیاتت از آن وابسته است. یعنی چی؟ من را میکشی؟ اگر لازم شود چرا نه؟ تو خطا میکنی. ایسا برادر آخر چیکار کرده ایستاده؟ چای میریزد. به این هم درد هیجانم. تو چطور از پیش خودت به عملیات میگذاری برادر؟ بولتا آخر چشمانم عشق رو دیدن. مگر ضرر دارد؟ چرا این طور میکنی؟ به این هم همیشه احوالمان جنگ جنجال است. کنی در رو تخت تخت کن. شاید به پیس من یگون چیز لازم شود. اوف فکا چی کار میکنی؟ گفتم در رو سخت گفته ترسیدم. تینجی است؟ خودت رو به دست گیر. شما از آقای بولتا نرنجید. دستش کمی وزنین است. من به شما وای آوردم. من چی آورده بودم؟ من به شما یک دو چیز برای خوردن نوشیدن آورده بودم. اما یعنی آوردم. اما کمی ریخت. اما انا همین خیلی ریخت. اما من این رو بلته تازه میکنم. این اصلا از وی میشود. از هیجان. اینها برای منن؟ بله. از نزد اپیس من به هیچ کجا نرفته. سلامت باشید. من حل میکنم. مناسبی تو نیست. یکدم خاموشیست. خاموش. نه
پیسومن اگر خانم نیومرد می بودند همه جمع شده انتظار می شدیم لیکن اکنون وضعیت کمی تغییر یافت عادت میکنید در این سالهای کوتاه من عادت کردم اکنون شما رو ناراحت نکنیم یعنی به درون ندرویم اگر با پیس من یکون چیز لازم شود وای کنید کجا شد این رقم تلفنی من است زود زنگ زنید بین هم ما در پایان انتظار میشویم زود میآییم تو فقط زنگ زن بس من پرواز کنون میآیم میگوید چه مگر همین طور نیست دروغ گفتم تنها کارتی ویزیت کردیت نمیرسید خیر میلش گفتم که عادت میکنید شما رو با یک نام عجایب صدا میکردن در خاطرم نیست نامتون چی بود؟ 54 لبای؟ 54 سکریا من فهمیدم در اصل مرا رفیقان کارلوس میگویند با فکرم شما این نام را شنیده اید بله همون من شما رو چی گویم؟ باز چی میگفتی؟ کارلوس گوی؟ با تو فرقشی من میروم بینم میدم بدر در آمده است رفتیم کارلوس رفتیم شما از اون نرنجه برادر ساعت آخر مرا ساعت آخر کارهایتان خوب است؟ یگان مشکلی نیست؟ نه من خودم حل میکنم جناب در نظر عصبی بودند اگر مشکلی باشد با هم حل نماییم نه تشکر کارهای شناسنامه ما خیلی طول کشید بعضن انسانها در چنین حالت بسیار عصبی میشوند اما خانم با ما کمک کرده ایستادند خب خواستم بپرسم سلامت باشید تشکر تشکر سلامت باشید борҳои кашидаат бас набуд магар бори дунёро ба пуштат кашондан мумкин аст чӣ кор кунем барои ризқи рӯзӣ магар ягон чорае доштам ки рад карда бошам лекин ту ба як қарор наомадӣ ман корҳоямро сар кардам нахот ман надароям ака ба ин корҳо дахолат накунам шиноснома ва виза тайёр аст якҷоя рафта мегирем акаи ёқуб вазнин аст ман наметавонам гӯш кун магар дар зодгоҳат боре ҳам кулангро зер накардаӣ мо худамон ташкил мекунем ту танҳо кулангро зер карда ғайб мезани фаҳмо оилаамро нест мекунем онҳоро мекушад абла ҳамин тавр рафтан гирад худат ҳам мемурӣ ба ту чӣ гуфтам ки кор ба охир расад меравӣ аз ин ҷо ба париж ба оилаат маоши беҳтарин баъд аз якчанд вақт онҳоро ҳам ба наздат меорӣ аввал ман бори дар пуштам бударо ба ҷояш бурда расонам акаи ёқуб майлаш ҳал кун ин охиронаш мешавад ҳа аз ин пас боркашониро бас мекун ин одамро нест кардан дутиро мехоҳам аммо ин дути ояндаи оилаи туст мефаҳмӣ
مایلش لیکن این سردار آدمی خوب نیست مگر عبدالله اگر آدمی خوب میشود از دو تنگه کار کرده تو هم میبرید وای زیو شاهین شاهین را میشناسم اما زیا را نه این زیا کیست برای دانستن میخواهم فکر میکنم که به من هم میفهمانید محترم دکتر مراد صابیر سعادت نازیه دخترم من اینجا دادت اینجا چشمانت رو کشم دخترم نازیه پدر جون با تو چی شد دخترم مادرت کجاست نمیدونم من کتاب میخوندم گویا خوابم آمده باشد خوابم برده است دخترم تو بیهوش بودی خوب هستی و مادرت کجاست مادرم رفتند پدر جون رفت بله پدر جون من و شما رو ترک کرده رفتند همه‌اش از راه این آینه من اون رو شکستم لعنتی ما رو جادو کرده است پدر جون او مادرم چی میشوده باشد نباید جادو و سحر به مهری مادری تأثیر کند چطور تو را اینجا پرتافته رفته مگر این کار از روی آدمی است شما زیغ نشوید پدر جون من با شما هم خدا با ماست دخترم ما هم دیگر را نگاه و بین میکنیم دیگر نام مادرت رو شنیدن نمیخواهم تو به من لازمی دیگر هیچ کس باوری دارم که دکتری خوبی هستید جراحی را خیلی خوب گذراندید فکر میکنم که دیگر از سومن نباید خواطر شویم همینطور نه؟ بله براحت باش از نو پیدا شدن آموس رو نمیدونم لیکن حال و سلامتیش خیلی خوب است برای سومن باری دیگر به شما تشکر اصلا اگر شاهین مرا به این کار علاقمند نمیکرد دیگر خیلی میشد یعنی که شاهین هم دل داشته است او هم سومن را احترام میکرده است شاهین چونانه که فکر میکنی انسانی بد نیست مایلش بیایید اکنون سببی از من انتقام جویی شاهین را روشن کنیم این را به تو گفتنم خوب نمیشود همش را یک به یک گفته دهید به منفعت خودتان هم میشود دکتر این حکایه خیلی دور و دراز است عارف این مسئله نیست که راست ایستاده در 5 دقیقه نقل کنی بیاید بهترش نشسته گپ زنیم
لیکن شما با این آسوده نشوید. در این آرامی و تمکین من شروع اسیان زیاد نهان است دکتر جان. یادم رو منو که بینیم آوردی. بیبی جان شود فهمیدم. بیزار شدم. سنوبر و سر کردی. بیزار شدم از شما. به نزد قصاب در آمدن. از آنه که با گربه ها میگید با من دید گفتم سلامت باشم. کمی روغن اولیک دادن. با درون شوربا انداز. شاید به کودک ها مخول شود. گریه دارد. نمیدونم چکار کنم. بچه ها هم با بروی همه این صحبت دروها چی شد؟ آنها رو گرفته نتوانستم. آخر در بازار کار هم نبرآمد. در این خانه خنک سرمون بیمار شده است. اگر داروها رو نخریم خانه رو گرم نکنیم احوالمون چی می شود؟ این آدم رو نیست کردن دو تیر رو میخواه، اما این دو تیر آینده آیله توست. میفهمی؟ کار کردم. 4 طرف دویدم. اما همین قدر شد. تو با کی زید برآمده خودت نمیدونی عارف. این به عملیات نجات اسیران مانند نیست. در پس این معما کی بودنش را نمیدانم، اما حس میکنم شما هم کسی که نباشد به او بفهمانید. همتون البته کی بودنی مرا میدانید. به این هم بعد از این قدر چیزها معلوم است که تو چون پیشتر رفتار نمی کنی. گوش میکنم شما را مراد. همش را با من نقل کنید. مایلش نقل میکنم، اما با یک شرط. چی بوده است؟ تنها با تو گپ زدنم خوب نمیشود. شاهین هم باید باشد. بگاه وا میخوریم. چیزهایی هست که هر دویتون باید دانید. شما مرا فریب دادن میخواهید؟ این چه خیلی مناسبت است. من هم به خودم زندگی و آبرو دارم. آخر همه این را پرداخته گریخته نمیتوانم کنم. مایلش دکتر، من راضی. به شما این فرصت را میدهم. اگر یک بار دیگر با من بازی کنید با شما دیگر خیلی مناسبت خواهم کرد. بازی تمام شد عارف. دیگر بازی هم نمانده است. به این هم من دیگر این بار رو برداشته نمیتوانم. بگاه همراه شاهین بیاید. من همش را میفهمانم. چیزهایی هستند که او نیز باید داند. فهمو. خیر مایلش. چی کار میکنید؟ گربه رو عذاب ندید. پدر جان بازی کنه؟ بیزار شدم. از اینجا میروم. پدر جان بیبی هم میگوید ما از شما بیزار شدیم بعد هم میرویم. بیزار شدم از شما. بیزار شدم. من بعد هم میروم. در آنجا چی هست آخی؟ ما رو سیر میکنم. میروم. بعد همون میروم. بیزار شدم.
من از اینجا میروم بیزار شدم با دلم فقیر زد پدر شما چی حال دارید؟ کاش گپ زنید کاش صدایتون رو شنوم کو نمکش رو بچش شکر خدا دستانت با لذت خیلی وزنین است من قوت ندارم نابود میشویم شوکت مگر یگون چاره ندارد دیگر هست میروم بیزار شدم در اصل اما کار نه بلاست کاری خطرناک از این زیاد بلا و خطر می شود چی رو از دست می دهی هر روز به چشمانی فرزندانت مادرت پدرت چگونه نگاه کنم میروم از اینجا میروم فکر خودمان را نه فکر فرزندانمان را میکنم اگر راه باشد نترس رو از تو میپرسم چی رو از دست میدهی از این پس کی به ما نگاه میکند راست میگویی چیزی برای از دست دادن نداریم اگر این خیر رفتن گیرد مثل موش بچه ها خوراک گربه و سگان میشویم رجب این من صالح کمیسر گوش میکنم سر کمیسر شما رو خیلی پزمان شدیم رجب حاضر من و دخترم نازیه در خانه ایم لیکن من باید به اداره روم میفهمی خواهش میکنم اگر خانومت نازیه رو با خود میگرفت چرا اکای صالح البته حاضر پریده میایم فاطمه هم زیخ شده فقط از من میپرسد با خدا خوب میشود سلامت باش در خانه بعضی مشکلی ها هست میدونی برای آن عذر میخواهم هیچ گپ نیاکا هر وقت خواهید خدا راضی باشد با مادرم گپ نمیزنید پدر جان من بعد با او دیگر خیلی گپ میزنم دخترم تو زیخ نشو من همش رو جا بجا میکنم من چند روز با امکی بولتر میمونم من کمی در اداره کار دارم دخترم هم وضعیت من با مادرت بس شد انشالله همون کارها رو حل میکنم تو در آنجا زیخ نمیشوی در باغچه‌شان سگ و گربه مرغ هر چی خواهی هست شما زیخ نشوید هرچی نباشد هم من همیشه با شما میمونم دختر جان من تو فکر میکنی که من تو را میپرتایم دیگر هیچ کس تو را از من جدا کرده نمیتواند